سلام، امیدوارم همگی خوب باشه. امروز میخوام چپس درست کنم. گفتم اینو به اشتراک بذارم با شما. از این چپس میتونین برای تزیین بغل غذای خوشمزه استفاده کنین و همچنین برای بچه‌ها که خیلی بهتر از چپس های بیرون هست که ناسالم هستن. به دو اندازه میخوام درست کنم، یک کوچولو بزرگتر با این دستگاه و ریز و کریسپی با این دستگاه. اینجا متاسفانه ویدیویی که چپس ها رو داخل آب سرد گذاشتم پاک شد، به اون خاطر یه عکس گذاشتم که ببینین چپس ها رو داخل آب که یخ داره، سرد است و مدت 20 دقیقه میگذاریم. روغن گذاشتیم اینجا با دمای کم داغ شود. سیزنی که داخل آب گذاشته بودیم داخل سبد انداختیم، آبش رفت. بعد سر یک پاچه تمیز انداخته به یک کوچولو دستمال کاغذی به این حالت آبش میگیریم تا کاملا خوش شود و همین کار با سیزنیای که اندازه‌اش بزرگتر است با اونا همین کار میکنیم. بر تست کردن روغن که داغ است یا نه، چون در روغن یخ که اگه چپس بندازین هم به هم دیگه میچسبن و هم نرمیه. یک دانه سیب زمینی رو بندازیم، داغ شده. الان چپس زیاد نباید بندازیم، خیلی به مقدار متوسط که در واقع متوار باشه و اصلا دستش نمیزنیم، یعنی با کفگیر و قاشق اینا هیچ هم نمیزنیم. یک چند دقیقه تا خیلی کوچولو از بغلاش فقط میزنیم، به طول زمان پخت هم بزنینش به خاطر که کریسپی و به هم دیگه نچسبن و تکه تکه نشن و خوشمزه. همونطور که میبینین بدون که هم بزنم، نمک اصلا نباید این چپس اضافه شد بخاطر که نرم میشه. به این حالت چقدر خوشگل و کریسپی چپس های مساج شد. من یک کوچولو بیشتر میزنم ساز شود. بعد میکشیم در ظرف میندازیم تا که کامل روغنش گرفته شد. بعد هدیویه یا نمک هر چی که دوست داشتین میتونین اضافه کنین. بهتر این خودش هم خوشمزه است. در کنار غذایتون هم میتونین به عنوان تزیین استفاده کنین. مطمئنم عالی میشه. بس در زمان پخت فقط داخل که سیبزمینی ها یک کوچولو از هم دیگه جدا شود به این حالت بعد از بغلاش هم میزنیم، دیگه هیچ هم نمیزنیم به خاطر که هم نشکنه هم خوبش بیایم. در اونجا که دختر خوشگلم بر خودش تخم مرغ درست کرده و گرجه و مرچ. چپس آماده شد، از روغن گرفتم، همه رو در ظرف انداختم و خیلی خوبه که اصلا روغن زیادم به خود نمیگیره و همینطور که میبینید نگاه کریسپی و صدایشو خیلی بهتر از فروشگاهی که میگیریم، خوشمزه تر. الان وقتی که سرد شد شما میتونید ادویه چپس یا نمک، فلفل سیاه، هر چی که دوست دارین اضافه کنید. یه نسخه خیلی کمک داغ است ولی کاملا سرد شده و فقط رنگش نگاه کنید، عالی شد، عالی.